رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. اگر شما توکل کردین بر الله با آن اندازه ای که الله حق توکل را داره، لرزقکم کما یرزق الطیر، الله شما را رزق میدهد قسمی که پرنده را که صبح وقت از لانه میرود بیرون، اخیر روز اول روز با شکم گرسنه، اخیر روز با شکم سیر برای جوجه های خودم چیزی می آورد، همون قسمی که الله رب العزت و الجلال با توکل اون پرنده را رزق میدهد، همون گونه شما را هم رزق میدهد. مثل فقیر به یادم آمد، فقیر خبر شد که در همین اطرافی که زندگی میکند غنی نذر کرده، خیرات کرده، صدقه به مردم میده. این هم دوان رفت، ناوقتر خبر شده بود. وقتی که رفت پشت در اون غنی درش را زد، غنی بیرون شد، گفت چی کار دارید برادر؟ گفت من خبر شدم که شما نذر دارید، نذر کردید، صدقه کردید، خیرات کردید، من هم ضعیف و فقیر و بیچاره هستم، به من هم کمک کنید. غنی گفت که من نذر کردم ولی نذر کوران کردم، هر که کور است برایش کمک میکنه. این مرد فقیر لحظه ای سر خود را پایین انداخت، بعد سر خود بلند کرد، گفت من هم کورم. گفت چگونه تو کور هستی؟ گفت اگر کور نمی بودم در او را رها کرده به در تو نمی آمدم، در او را رها کرده، در حق را رها کرده به در تو نمی آمدم، من هم کورم. منت خلق از برای لقمه نان میکشیم، دیگر نان میدهد، ما ناز اینان میکشیم. چون توکل نیست کار ما به دست مردم است، چون توکل نیست کار ما به دست مردم است، خواجه ما را منتظر ما ناز دربان میکشیم. امروز توکل ما ضعیف است. پس بنابراین اگر مسلمان توکل به الله بکنه و به او اعتماد داشته باشد، از اسباب هم کار بگیره. یکی است که یک نفر در جایی رفته نشسته و از اسباب کار نمیگیره، داخل یک خانه الله همینجا به من برساند، این توکل میگن. توکل نیست. توکل ای است که از اسباب کار میگیری. مثل که از پیامبر پرسیدن یا رسول الله شتر را رها کنم توکل کنم یا ببندم توکل کنم؟ نبی علیه السلام فرمود اول ببند بعدش توکل بکن. مولانا هم میگه با توکل زانوی اشتر ببند. توکل ایره میگه که از اسباب کار بگیری، زحمت خود را بکنی. مثل دهقانی که بذر میاندازد، تخم میاندازد به زمین، بعد توکل به الله میگه او کار خود کرده، زمین را آماده کرده، تخم پاشیده، الان توکل کرده. این رو میگن توکل. روش هم صحبت کردیم.